سلام به چنل میلاد حسنی خوش اومدید. من میلادم. منم محمدم. امروز میخوایم یه چالش جذاب براتون انجام بدیم. بابا زشته تو آمولی. بابا آمولی ها اینجوری نیستن. بابا آمولی هم بلدوزر که نیستم. من هنو دارم میسوزم. آی های حاجی این خیلی بده. این میره تو تازه میسوزه. و اینکه امروز دعوت کردیم از آقا میلاد عزیز پشت صحنه بیاد که حالا هم توضیحات لازم رو انجام بهتون بده که اصلا چالش به چه شکله، هم که داوری کنه دیگه. در خدمت آقا میلاد عزیز هست. سلام، وقتتون بخیر باشه. من میلاد هستم در خدمتتون. چالشی که امروز داریم چالش معکوس هستش. من برای شما یه دونه ویدیو پلی میکنم. این ویدیو از آخر به اول پلی میشه. قبل اینکه این ویدیو به اولش برسه شما باید حدس بزنید که اون شی چی هستش. چی میتونه باشه؟ یعنی خوردنیه؟ میتونه خوردنی باشه، میتونه باشه، میتونه بس فرار. بعد اگر من مثلا درست جواب بدم جایزه داره؟ جایزه که نه، ولی مجازات داره. مجازات داره پشما. این سوسی که اینجا هستش تندترین سس داخل بازاره در اصل جورایی. من غذا خوردم الان چجوری اینو بخورم؟ مشکل خودته. اوف محمد سوزوندم آقا پشما. حالا برنامه به چه صورت پیش میره؟ ویدیو رو شما قبل اینکه برسه به آخر زنگو میزنی. اگر که درست جواب بدی آقای حسنی، آقا محمد باید مجازات بشه و اون فیله یا سیب زمینی رو بزنه داخل این سس تند و نوش جان کنه. من که اصلا نمیتونم الان بخورم، به زور باید بخورم. ولی عجله نکن که حداقل باش بریم تو ویدیو میشه. بریم بزن بریم. این چی؟ این چیه؟ حاجی من دیگه نمیتونم بخورم. این چیه؟ نورم داشت. این چیه؟ من نمیتونم بفهمش. این از این توپاییه که داخلش رنگای مختلف داره، درسته؟ توپیه که داخلش رنگای مختلف داره. یه توپه حالا برای بازی دیگه. چرا سخته؟ چرا سخت انتخاب کردی؟ این توپه دیگه، این یه توپه که الان دورش مشخصه روکش داره. بفهمی. ایناست که پنجه میزنن برای باشگاهه؟ نه برای باشگاه که نیست. پنجه میزنن باش. نه فشار میدن. حالت اسلایم باید خب. داره علاش در همونه دیگه. خب من همونه که من اول گفتم توپه که تو چیزای رنگی داره. الان باید ببینید کیو قبول میکنی. البته راست میگه، محمد درست گفتش از اول، چون واقعا توی بعضیا چیزای رنگی داره. محمد درست گفتش. مشخص بود داشتم خاموش شد دیگه. بفرمایید. یه چیز شبیه خاکی ژله‌ای داخل بعضیاشون داره، فشار میدم اون سوراخ در میاد. خب بریم بعدی. نه دیگه فیله رو نوشه جان کن. حاجی من دهنم سرویس شد، خدا لعنتت کنه محمد. بابا من غذا هم خوردم، من نمیتونم. دیگه تو غذا نداره، این مجازاته. اسمش رو شدیه مجازاته. مجازات. غذا قرار میدید اون بر تو میخوای یه قابلمه غذا بخوری ولی اینو باید بخوری. میشه کم بزنم؟ نه. مرسی. بخوش. قشنگ اوکی الان اوکی میشه. اوکیه. بزنم آبش بره. نه. ایزل به. نه. حاجی به قرآن حلقم سوخت. تو قرآن بعد الان سر شده باشی که عادت نکردی. دهنم داره سرویس میشه، هرچی خب میریم جلوتر هم میسوزم. مجبوری. دستتو بیار. سلام. گرمایش حسنی در خدمتتون هست. این من باید برم. این چیه؟ این نمیدونم. آب نباته. نه آب نبات. نه وایسا. شانسیه. دقیقاً. شانسی. محمد جان فیله نوشه جان کن. دفعه قبل سیب زمینی خوردی دیگه. با فیله بخوری. گنده بخور دیگه. بابا این داره کوچیکش میکنه. کمش میکنه. نه کم نکن. همونو برو. سوخاری ستالی. همونو از برو. فیلم. اسمش روشه، مجازاته. چرا قسمت نازکش زدی؟ آها. قسمت نازک اومد بزنه اون تو دستش در رفت افتاد پایین. برو نچکن آقا بخور. من هنو دارم بخورم که پاره میشم. چیت نمیشه. برو. من هنو دارم میسوزم. شما میخوری؟ نه صرف شده. آقا بس همه رو ریختی. یه دستمال کاغذی. چجوری دستمال کاغذی؟ محمد نمیخواد. نفسم خودم شده بالا نمیاد. بریم بعدی ولش که مشکل نیست. این چیه؟ لیوان اسپری. اول من زدم.
خب بگو اول من زدم. تو چی می‌خواستی؟ لیوان استیل. خدا وکیلی می‌خواستی بگی لیوان استیل؟ اول من زدم یا ایشون زد. اول شما زدی ولی باید چی ویدیو می‌خواستی؟ چک کنیم. لیوان استیل. نه، خدا لیوان شاهد چی استیل می‌خواستی نیست. بگی؟ لیوان استیل نیست. لیوان استیل. شما حالا بگو. لیوان استیل دیگه. ببینیم ادامه ویدیو رو. خب عجله نکن دیگه. تو عجله داری دست میاری اینجا. بابا اون درش بود، خدا لعنتت کنه. شیر توش بود. خوب شد تا اینجاش هم تو ندیده بودی باز. یکم وای میستادیم درش میرفت. شیردوشه؟ نه، شیردوش نیست. شیردوش نیست. نه. شیردوشه. هر روز داری ازش استفاده میکنی. اسمش جوزه. جزوه؟ جزه. آره. یا قهوه جوش. شما درست گفتی الان؟ نه بخور اون عقب تکیه داده. معاملات بابا وایسا دیگه. من دستم آوردم اینجا، این زد رو دست من. محمد جان 2 دقیقه اجازه بدید من اول سهم خودم رو بخورم. چشم. زیاده میزنم ها. نه کامل. نه بزن محمد دیگه. نه برو. مسخره. چون خدایی زشته. خوبه نچکون دیگه. میبیننت میگن بابا چه کاریه داری میکنی؟ حاجی خیلی تنده. آی حاجی این خیلی بده. این میره تو تازه میسوزه. تو سر نشدی تنو؟ نه من نمیتونم از اون سرشم. این خیلی تنده. اون یارو بود میزد تو اینا میخورد. پشما. هندی بود. پشت نده. بی تربیت بود. تازه میگم یه دونه دیگه برای من بیارین. این کار مثلا که یه نوشیدنی خیلی با کلاس داره میکنه. بریم بعدی. این چیه؟ خمیربازی. فقط بگو چجوری فهمیدی که این خمیربازیه؟ اصلا معلومه. از کجا فهمیدی؟ داشتم. محمد جان شما که نظری نداشتی مسلما. حالا نوش جان کن پلی کنیم بقیه‌شو ببینیم. پلی کن ببینیم. از کجا به این سرعت تو فهمیدی؟ من داشتم آقا خمیربازی. خیلی حال میده. بزن. دارم میبینمت. نه اون نیست. فیلمو داری چی میبینی. اون نیست؟ همین دیگه. نه کامل. آها. آفرین. همین سری بخور. برو یک دو سه. سری بخور. یه ذره خطش بده. بخور دیگه. بابا زشته تو آمولی. بابا آمولی ها اینجوری نیستن. بابا آمولی هم بلدوزر که نیستن. آقا بریم ادامه. بریم دیگه. اصلا معلوم بود دیگه خمیربازیه. خمیربازی سبودیه مثلا. بابا بزن آقا بزن بیا. من نمیخورم. ماشین بازیه. باش. اینم به افتخار شما میخورم. اینم میخورم خب. ولی بذار اصلا فیلم بیاد. من دیدم زدم محمد. آیده شما اوکی. تنده. بریم بعدی. بزن ببینیم. آقا میلاد. یه لحظه نزن بعدی. بزن ببینیم اینو. محمد داره این تنظیم میکنه. اینو میگم جرأت داری ببین دست. محمد. نه میخوره تو کاسه. آقا من قانونی زدم یا نه؟ قانونی. بزن. رنج روورم هست اگه میخوای بزن. آره بابا رنج روور داشته. بریم بعدی ببینیم چی. چکوش برای یه نوع پیتزا بهش میگن پیتزای سیر استیک فکر کنم. برای کوبیدن گوشته. آره چکش. حالا حتما برای پیتزا استفاده نمیشه. آره دیگه ولی برای اسمش حالا چیه؟ چی؟ اسمش چیه؟ اسم خاصی داره مگه چکش چوبی؟ اسمش چیه؟ اسمشو بگی میشه. من الان اسمشو بگم. اسمشو ما نمیدونی. آقا من الان اسمشو بگم اوکیه؟ نه شما محمد درست گفته دیگه. اسمو باید بگی. وردنه که نیست یعنی. اسمشو اگر قرار بود آقا یه لحظه اگر اسمو من بگم قبوله بگید. نه قبول اسم تو بگی قبوله نصف فیلمو دیدی تمام شده اصلا مشخصه. این کورم بیاری میفهمی چکشی که من که اسمشو بلد نیستم. منم بلد نیستم اسمی خاصی. اسمش بیفتک کوبه. بیفتک. آره برای گوشت است. ادامهش رو میخواد ببینیم تا آقای حسنی آماده بشه دیگه. آقا من یه دونه سیب زمینی بزنم. نه قبلی سیب زمینی بود. فیله فیله خوردی. آره راست میگم فیله زد. خدا معده نچکون. نه باشه شما بعد نچکون. اصلا میدم نه داری حرف میزنی که وقت تلفون بچکه. به قرآن ناراحتی معده گرفتم من. این چی آوردی؟ بریم بعدی. ساعته.
آیا حسن میخوای ادامهشو ببینیم بعدا حداقل یه آنتراک بینش میفته. ببین اصلا بفهم. معلوم بود ساعته. اونم ماشینه مشخص بود ماشینه. یه دقیقه صبر کن اجازه بابا. میدادی به ما؟ حاجیت خیلی تنده به قرآن. اصلا زبونم احساس میکنم خیلی داغ شده یه جوریه. این درکت سس در می‌کنم، حال اشکال نداره. حاضر تندترین سس بازار هستش دیگه. یعنی از سید داوود و گلوریا و همه اینا تندتر ایشون هستش. دارم اذیت میشم به قرآن. درست بگو اذیت نشی. یه ذره آب بخور. اصلا دارم سرویس میشم. نه هیچی نمیشه. رنگت هم میگم یه ذره قرمز شدی. یخش زیاده. بریم بعدی. عروسکی. آقا محمد نظر شما چیه؟ من میخوام یه ذره ببینم. نمیتونی. خب وایس یه ذره اشتباه بالاتر. گفتم بله. متکاس. یعنی من دیگه در حد 3 ثانیه دیگه شم نمیتونم نه ببینم. عزیزم با بیگ میخوای یه ثانیه برات پلی کنم؟ 1 ثانیه پلی کنم ببینیم چجوریه. هیچ اتفاقی میشد 1 ثانیه. خب بابا میگم 3-4 ثانیه بزن تا این دست. مریض اینو زد اینو میزنی. من الان فلفل خوردم اینجا فقط تو فکر اینه که دیگه نخوره. دارم اذیت میشم. من این چی بگم این چیه؟ یه چیزی بگو دیگه. من دیدم سختمه یه ذره گفتم الان میزنی گفتم بذار حداقل دوتایی بخوریم یه ذره. الان من نگم باید بخورم دیگه. بله بله. نمیدونم چی میخوریم دیگه چیکار کنیم. چیه؟ میخواید ببینیم آخر؟ ببینیم، آره ببینیم. آخرش هم باز درست بگی من خودم هستم میخورم. من مطمئنم شما دوتا نمیدونید این چیه. ای حاجی فهمید بگو. درسته این از این برف شادی هست. نه آره دیگه. برف نه. شادی دیگه اینا دیگه. نه این نخ شادیه با برف شادی فرق ای میکنه. لعنت بهت اصلا من این نمیتونستم تا آخرم بگیرم. هم حدس میزنه محمد جان. بیا. کامل. آیا حسن بیا بمان از اون وردا بزن به من. اونم کم بودا. نشون گناه داری بزن. وای چقدر سخت داره میگذره، چقدر دیر داره میگذره، چقدر دارم اذیت میشم. بابا بگو اشکال نداره بگو. دقیق باید بگی دقیق باید ولی بگی. چی زد؟ من زدم من میدونم چیه ولی تو بگو. تو بگو. نه بگو. توپ فوتباله. درست گفت. تو فوتبال بود. من یه شاید تو گفتی دقیق باید بگی شاید وادر همین گفتم. مثلا بهتر نبود تو به والیبال بهتر نبود یه چیزایی مثلا ریزتر میرفت قشنگ پرس میشد و تو چالش‌های بعدی براتون اونو میارم. اینا فقط نیار. نه ما جایزه که نداریم فقط مجازات داریم من دیگه. دهنم سرویس شد دیگه نمیتونم. میشه چه. ارتش مگه جایزه ندارین تنبیه دارین؟ حسن اینجا ببین توپ فوتبال کامل ببین بعدا نگه آمریکایی بود. آی من واقعا داغ کردم. آقا ببینید. اذیت میشم. دیگه به روی خودم نمیارم ولی من واقعا دارم اذیت میشم بعد این همه که خوردم. میلا جان دستتو بیار پایین من دستم بیارم پایین با هم بزنیم. این نمیده میشه. صابونه. محمد جان نظر شما هم همینه. بابا وایسا بزن صابون کجاش این صابونه خب صابون آبی داریم؟ ماجی به خوبه صابونه هیچی نمیتونه باشه. محمد جان میتونم حتی 1 ثانیه دیگه هم برات پلی کنم. 2 ثانیه 2 ثانیه. 3 ثانیه نه 2 ثانیه. 3 ثانیه 2 ای بابا. 1001 1002. صابون نیست چی میتونه باشه؟ ماجی صابونه دیگه این. صابون له میشه. نمیتونه. شم هم نیست. شم نمیتونه باشه. شمه پس اگه صابون نیست. نه شم نیست. شم این حالتی نمیشکنه. شم له میشه. آره نمیدونم میخواید ببینیم؟ ببینیم دیگه. محمد ببینیم نمیدونی؟ نه نمیدونم. شمه ولی حاجی نه شم نیست. شم بود خواه. وای گفتم شم بود. نه گفتی شم نیست. دقیقا تاکید کردی که شم نیست. نه من گفتم شم نیست درست. ببخش من سیب زمینی بخورم خیلی تحت فشار. بفهم. محمد جان. مامان جان بخور. من فیله میخوردی نه سیب با- زمینی. نه خیلی داره میسوزه. مامان من از اول دارم میخورم با هم من چاق شدم مامان. من دست قبل فیله خوردم دیگه چرا من میتونم سیب زمینی بخورم؟ کوتاهش میکنه یه ساعت. کامل بود این الان کامله. بیا بابا دهن ما سرویس زرت پرت افتادی. روشم فلفل داره. روشم فلفل زدی. آماده یا محمد؟ نوشیدنی میخوای بخوری؟ نه، بریم. سورپرایز نشیو. نه سورپرایز نمی مامان جان دستتو بردار عزیزم.
ای آماده 1 2 3 بزنیم. بذار بیاد نمیدونیم چیه. لیوان کاغذی یک بار مصرف کن. آره. بزنم ببینیم بقیه‌شو. بزن من سیب زمینی بخورم. من این سیب زمینی بخورم. چقدر خوشگله. خیلی کم زد، یکی دیگه بخور. نه دیگه. نه استاپ میکنم، یکی دیگه بخور. بزن. قبول. خب بفهم بقیه‌شو اگه میخوای ببینی. صحبتی داری بکنی یا من خداحافظی کنم؟ نه والا من دهنم سرویس شد من. پرت افتادم. خب بچه آقا میلاد شما دیگه بزرگ سنتون از ما بله. بزرگتره. قبلا یه موتورای 70 گازی بود. بله چه پایش با روغن بود. بهش میگم موتور پیژو، موتور گازی بود به اصطلاح میگم. آره بهش میگم موتور پیژو. به پایان چالش رسیدیم. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. ما که دهنمون سرویس شد ولی احتمالاً شما خیلی لذت میبرید از این قضیه. دوستتون دارم. تا ویدیو بعد خدا نگهدار.